سه عضو خانواده سولیوف‌ها ساکنی ناحیه واسط 10 روز باز در بیمارستان ولایتی شهر کلوب بعد یک مناقشه بستری‌اند. به نقل سلیمان سولیوف شب 16 اوگوست با یک زنگ تلفنی برادرش به ورزشگاه رفته خواسته است مناقشه گروهی جوانان را خلاص کند. او و پدر و مادرش را گویا در همانجا خانواده فیضوف‌ها لطوکوب کرده اند. همه کسا ما را زدند. در همین حالت پدر و مادرم به همجای حادثه را اومدن. کسی بختیار مادرم گفت چی گپه برای چی بچه ما را میزنی؟ گفت که فلان بیمدانت کنم. یا مش زد مادر ما در مبین رد بهش شید غلطید. خانواده فیضوف‌ها در صحبت به رادیو آزادی گفتند که سرکرده جنگ خانواده‌ای سولیوف‌ها است، اما فیضوف‌ها نخواستند در نزد دوربین صحبت کنند. نزدیکان خانواده فیضوف‌ها گفتند که برعکس پسران سعید شریف آنها را لطوکوب کرده اند. دیگه ما هیچ نفهمیدیم. ما را زده بودن درون لاتوک دادم. ما هوشم رفت. اینا پیشونیم کافیدگی در بالنسا خواب بودم. توجه را تحت نظارت دخترم. ایشمو نمیدونیم او چی گفتن اومدن ما را زدن. ما نمیدونیم. اومدیم پیش رام او ما را زدن. اونجا تخمینا 100 نفر بودن. دیگه نمیفهمیم کی را زیسته. با گفته شاهدان مناقشه از آن سر زده است که پسر سولیوف را در بازی فوتبال راه نداده اند و میان جوانان جنجال لفظی سر زده است. گویا هر دو طرف نزدیکانشان را به ورزشگاه دعوت کردند که به مناقشه گروهی سبب شده است. مسئولان بیمارستان کلوب گفتند که این خانواده با علامت‌های ضرب و لط در اینجا بستری شدند ولی نتیجه تشخیص طبی و سودی را انتظارند. های بیماری دیگریش که در شعبه بستریش کردگی سولیوف صابیر ایشان همون شبانه ساعت 22 و 20 یک جای اهل خانواده‌شون قطعی مراجعت کردی بود با شکایت‌های درد درمانده، خونروی از بینی، کچوی دیواره بینی. از روی علامتاش معلوم میشه که بیمار لطوکوب شده است. با گفته طبیبان شب مناقشه جانب دیگر هم با شکایت‌های ضرب و لط به بیمارخانه آمده اند، اما با سبب سبک بودن جراحت‌ها بعد تشخیص رخصت شده اند. سکزگاه مراجعت کردی بود. تواشن خیلی جراحت‌های خراشیده، لطخوری استخوان‌های کیس، بندی دست، جراحت خونروی از پیشونه، بیماری که از گروه دیگر مراجعت کردند. سعید شریف سولیوف میگوید ماه پیش هم این خانواده پسرانش را لطوکوب کرده است ولی آن دفعه به جای شکایت نکرده اند. حالا سولیوف به مقامات انتظامی نسبت خانواده فیضوف‌ها شکایت برده اند. من گفتم خیلی بچه‌ها مزنی چی بزن من میزنی کم پیشه خیلی ما باز زد سه تماش رفتم عقب لغت کنم دیگه نمیم چرشت از گم زدش آوه سیاه نفس هیچ نمیتونم. در شعبه کارهای داخلی ناحیه واسط گفتند که نسبت جنگ شب 16 اوگوست تحقیق ادامه دارد. بعد انجام تحقیق پرونده باز می‌کرده اند.